در کوهستان اگر فرزند پسر به دنیا می آمد، شادی و نشاط زیادتر می شد. تولید پسر برایشان یک دهقان اصیل، شکارچی مشهور، کمانور نامی بود. در سیمای پسر مردم دهات آباد کننده گوشه را می دیدند و به طفل نام موافق می گذاشتند. طفلی 13 ایول سال 1937 در یکی از دهه های زیبای دشت جون به دنیا آمد، نامش را آدینه گذاشتند. شاید والدین گمان میکردند که آدینه پهلوان صحنه یا خود ده مرده شجاع می شود، ولی آدینه با محبت قدس صنعت به دنیا آمد. آدینه هاشم تنها آوازخوان نبود، یک شهروند فعال بود و وطندار ناتکرار بود. او توسط ساز و آوازش شأن و شان، آبروی و اعتبار، ننگ و نام دیار و همدیارانش را پشتیبانی میکرد. داننده ممتاز نزاکت‌های شعر و موسیقی تاجیکی بود و آنها را با محبت افزون ترغیب و تشویق می‌نمود. آموزگاری بود که شنونده صاحب ذوقش از هر سرودش چون از یک سبک بی‌مثل محبت و صمیمیت، صداقت و وفاداری، پاس آب و خاک کشور و نام و نمک خلقش را می آموزد. بیایم بدری تو، بیایم بدری تو، بپرسم خبری تو، بپرسم خبری تو. هاشم قاسم پدر آدینه هاشم صنعتکار اصیل بود. در واقع محبوبیت زیاد داشت. آن زمانها در توی معرکه‌های مردمی زیاد اشتراک میکرد و شبانگاه که او برآمد میکرد اوج کفکوبی به آسمان میپیچید. و آن زمان آدینه هاشم پدر خویش را یک قهرمان بزرگ، قهرمان افسانه ها تصور میکرد. در واقع چنین بود و در دل شب هیچ آدینه هاشم را خواب نمیبرد. آن زمان 15-16 سال داشت و آرزو میکرد که به مانند پدر خویش صنعتکار شود و آرزوهای سفید او نیز عملی گشتند. بالاخره محبت صنعت در دل او جوش زده سرشار می شود. آرزوهایش انقلاب می کنند. سال 1954 بود که یک بیگاهی در مکتب میانه به نام لینین در سابق ناحیه دشت جوم در حضور استادانش و همسبقان با دسته هوسکاران سرود خواند. معلوم بود که وجودش را هیجان زیاد فرا گرفته است، ولی او با این همه هیجان غالب آمدن میخواست که چنان سرایت که تماشابینان را مفتون سازد. او توانست. با سرود اولینش اوج کفکوبی استادانش بر سما میپیچید. نخستین بار بود که صدایش از حولیشان برون صدا داد و توانست به شرم و حیا غالب آمد. او میبالید و خیلی شاد بود. من کبابی نظری سوزد کباب، من کبابی شیگری گل کباب، من کبابی نظری سوزد کباب، من کبابی شیگری. با بزرگی رسید و عزیزی مردم شد، عزیزی دل و دیده. صدایش را به فلک ها رساند و مقبول مردم گشت. آوازش را مردم مانند تشنه در بیابان بی آب دوست می داشتند. یار آمد یار دل نواز آمد باز، ای بحر دل خسته چون رساز آمد باز. آدینه هاشم در عصر 20 بهترین صنعتکار بود و خواهد ماند. با مانند او در صنعت تاجیک کسی نخواهد قدم‌های خود را گذاشت. او ناتکرار بود، داننده علم تصوف بود، یعنی علم خداشناسی و از اشعاری زیاده از 130 شاعر کلاسیک شعرها میخواند و به مردم پیشنهاد میکرد. این بزرگی بود که محبوب مردم شد، محبوب ملت تاجیک گشته است. آدینه هاشم یک مرد آب و ادای ملت، احیاگری حیات بود، خونیاگری صاحب آواز بود که قیمتش به حساب بود. همچه آینه اگر صاف شوی، همه جا انجمنی دیدار است. هنگامی در
دانشکده آموزگاری کلاه بودنم با اون کس از فن ادبیات کلاسیکی تاجیک درس میدادم. در واقع آدینه هاشم صنعتکار ناتکرار بودن و من در کتابم گفتم که دیگر صنعتکاران هم بودن ولی جای آدینه هاشم خالی است، چون که داد سخن را گفتند. در حقیقت حافظ و سراینده ناتکرار بودند. راست را گویم که در نزد بابای آدینه من خودم را آزاد حس نمیکردم، چون که بابای آدینه فکر میکردم که کلاسیکان ادبیات تاجیک را نسبت به من خوبتر و بیشتر میدانستند و حتی در تنفس‌ها میگفتم که بابای آدینه خوب میشد که شما در درس‌های من اشتراک نکنید، چون که شما ادبیات را از من زیادتر میدانید، ولی بسیار فروتنی میکردن که من باید در درس‌های شما باشم. اگر درس شکنی کنم این به انتظامی به حرمتی میشود. برای همین من اشتراک میکنم شما خودتان را به دست گیرید و کوشش کنید که بیشتر به مسئله های نظریه ادبیات دقت دید و هنگامی داشتنی مخصوصا حافظ و کمال و عبدالرحمن جامی در نظر داشته میگو که با ترجمه حال شاعری ها کمتر لیکن بیشتر با مهارت شاعری آنها شما بیشتر حرف زنید خوبتر است. در خط نابغه بودن، سراینده خوبی سردای مردمی بودن، سردای خلقی. از همه باز بزرگی بالای یادنوش ما اون بود که اون کس علم تصوف رو بیشتر از همه خوب میدونست. تصوف یعنی چی؟ علم الهی شناسی، شناختن پروردگار، شناختن پیغمبران، شناختن اولیاءها، شناختن چهاریارها. کسای بزرگ اهل اسلام رو حیاتشون رو بسیار خوب میدونستن. تمام اشعار کلاسیکای فارس و تاجیکی راجع به نمایندگان بزرگ اهل اسلام بخشیدن، تمام اونها رو نوشون از یاد میدونست. عصایی، حسنایی، از جلال‌الدین رومی، از شمس تبریزی. من همه شعرهای اهل تصوف شعرهایی که می‌نویسن در باره مثل پیغمبران، در باره اولیاء چهارها، شاعران این رو از یاد می‌دونستم. یکی از موضوعات‌های بهترینش در نزد خلق از خوندن قصه کلاه پوسیده، قصه شهید شدن حضرت حسن حسین، قصه حضرت سنگ تراش، با ده ها صدها همین گونه قصه ها است که بعضی از آنها باور کنید نزدیک 700-800 مصرع، از 200-300 مصرع سرشان تا 700-800 مصرع میرسن. همین چیزا رو بسیار با ذوق بلند، با ذوق به خواندن نزدیک میخوندن. آدینه هاشم تاجیک اصل بود و با راقی بودنش افتخار داشت. پدرش هاشم قاسم اصلا از کشلاق سردره افتل راق بودن. کدام راق؟ راقی بدخشان بودن. وقتی که جنگ های بین پشتوان و تاجیکان زیاد می شود، همچون تاجیک اذیت کشیده به طرف راست دریای پنج میگذرد و حیات منبده خود را بیشتر در نیمدره ناحیه دشتون گذرانده است. از شنیده هایم همون خل مامایش دست پاشون وزمین دست اون طرف هم دورایی که باسم چی بوده است بشنیدم. همون طرف میروند، اون طرف دا بابای من تولد میشوند و 5-6 سال بچه با گشته میآیند. پدرشون اون طرف دا میمرند و خواهرشون بابای من مادرشون گشته با میآیند در نیمدره گشتی چون زندگی میکنن. پدر من در نیمدره تولد شدگی. آدینه هاشم از هموطنان ما بوده، گذشتگان ما هم بیشتر از همون راقی بدخشانند. بیشتر با راقی بودنش افتخار داشت. آدینه هاشم را هر یک کس با طور خود تصور میکرد. گمان میکردن با وجود این همه شهرت و محبوبیت در خانه یک شخص خیلی مشهور است. او در خانه شخص عادی بود، شخص زمینی بود، خانه هایش هم عادی بودند. او میدانست که بعد از سرش تنها نام نیک، هنر بالایش او را زنده خواهد داشت. در وداع دوست چشمم اشک بارانی نکرد، با کمتر میچکد چون پخته میگردد کباب. اون کس اول انسان رو دوست می‌داشت. بسیار انسان دوست بودن، قلب پاک داشتن، آدم دوست بودن. محبتش به همه قریب اخیره بود.
و تمام همنشینان که داشتیم قریب یخیله، یکی رو بالا یکی رو پایان نگاه نمیکردن، یکی رو زیشت یکی رو خوب نمیگفتن. بعد دو خانه او آن کس مهمان شدم، در حقیقت زندگی عادی داشت، یگان کار و فر زیادتی نبود، حتی در آخران یک والگه داشت، دیگر یگان چیز دیگر نداشت، خانه همی عادی پاکسگین داشت. در آنجا صورتی در خانه دمره هدیه گرفته اکا شریف جورایی بود. بعد همون رسمی لاهوتی در خانه شاویزان بود که هر وقت پیش از خواب دمره قطعی می نواخته و شعرهای لاهوتی را میخواند، با لاهوتی گفتگو میکرد و با همین به خواب شیرین رو می آورد. زمان شوروی بود. حکومت آن وقته شوروی اجازه سرودهای را که خصوصیت دینی داشت اجازت خواندن نمیداد. او را در توی معرکه های مردمی بعد ساعت 12 شب زیاد خواهش میکردند که در وصف پیامبر و الله سرود خواند و با این جرم او را به امنیت می بردند، ولی کار کرده نمی توانستند. به حق خدایم محمد رسولی دعای منی مشتی پرکم قبول، چه قمری گریستون به پیش خدا، دعایش بشود آنچنان مستجاب. یکی از خدا مار آمد پدید، پسی پای صیاد را محکم گزید، بیلرزید و ز دستش خطا رفت تیر، کی در سینه ای باشه شده جایگیر. چه قمری پرید و بیرفت در هوای، ز 100 بار میگوید ای ذکر خدا، رضاگی خدا را ندانم که چیست. با مناسبت صاحب جایزه به نام ابو عبدالله رودکی شدنش تبریک میکردند و گازته های آن دوره باشد کمسمال تاجیکستان، راه لینینی، گازته معلمان تست مقاله ها را آیید زندگی نامه آدینه هاشم انتشار میکردند. 30 سپتامبر سال 1987 در روزنامه راه لینینی راز و نیاز یک مرد تنها، در گازته معلمان 22 سپتامبر سال 1988 مصاحبه با آدینه هاشم به نام یادگار عمر چاپ شده بود. خود همان سال 17 سپتامبر سال 1988 در همین هفته‌نامه مواد را به نام اصلزاده صنعت تاجیک انتشار کردند، ولی چند سال بعد او را در هفته‌نامه‌های دوره مرد تنها می گفتند. دنیا و مرد تنها قدر یکدیگر کی می دانیم. کمسمال تاجیکستان باشد نوشته بود عرض و نیاز یک مرد تنها، اما خوانندگان در تعجب بودند چرا آدینه هاشم را مرد تنها می گویند. سال 1992 در تاجیکستان آغاز گرد و هماهی و نابسامانی ها شروع می شد. این لحظه ها را آدینه هاشم دیده سخت در تأسف بود. برای ملتی که رهگم زده بود اشک می ریخت، اشک حسرت، به خاطر که ازدحام مردم خیلی هم سوس شود، مردم را از این گرد و هماهی باز دارد. آدینه هاشم سرودخوانی میکرد، سرودهای زیاد میخوان که مردم به او توجه کنند، ولی کسی به او اهمیت نمیداد و هر یکی با صدای بلند استعفا میگفت و هر گونه صداها بلند میشد و خونریزی ها در تاجیکستان آغاز شد. وقتی که از ورتالیون میخوابم کدام ناخلافی از گریبانش کشیده میکشد که توقیش میافتد، توقیش رو برشته میزنه. خیلی بسیار چی کردم، بچه ها خیلی بد میرسه خونه میبرم و در همونجا گرفته میبرم بچه ها. فکرم بچه هایی که باید کلوب تلفن میکنن زهروف
بیا بعد بچه امنیت رو خلاص میکنم. دیدی که همون جنگی برادرکشی بود و هیچ گاه نمیخواد که تاجیک را کشد. برای او همه تاجیکان برابر بودند، چون که توی خرسندی همه فرزندان همه نوعی را بابای اودینه میگذارند. بسیار شخصانی که از غرم دیگر جا قراتگین بودند آرزو داشتند که توی های فرزندا و دخترای آنها را مد بابای اودینه بگذارند. حتی فرزندا هم تکلیف میکنند در توی باید پیشاهنگ بابای اودینه باشد. برای همین بابای اودینه نان نمک مردم را خورده بود پاس میداد. برای همین در همه صحبت و برآمدها زیدی برادرکشی گپ میزد، تاجیکان را بعد دیگر فهمی دوستی برادری دعوت میکرد. حتی از هم منبر انجمن هم باید دارم که شعرهای جلال الدین رومی را درباره دوستی و وحدت خوانده مردم را به وحدت یگانگی و خون ناحق نریزاندن دعوت میکرد. ولی افسوس که حافظی دوست داشته ما را و مؤلف شعرها یعنی جلال الدین بلخی رومی را نفهمیدند. خیلی فهمیدند که الکی دیر شد، لیکن با شرافت قهرمان تاجیکستان فرزند برآمد خلق تاجیک همه مشکلات پس سر شد. تاجیکستان به مکان گلگوشان تبدیل یافت. نوش میفهم هیچ وقت نمیخواست که در تاجیکستان مثلا جنگ شود، خیلی درگیری ها شود، بدبختی ها شود، سرموری فرزند میری مادر میری شود. عالم است